به نام خدا سلام. قصد داریم در مورد کاربردهای هوش مصنوعی برای جامعه معلمان و مربیان پرورشی صحبت بکنیم. هوش مصنوعی میتونه کمک کنه به شما واسه افزایش کیفیت تصاویری که تدریس میکنید و ارائه میدید. خیلی وقتا هست که تصاویر داخل کتاب ها بیکیفیته یا تصاویری که توی سایت ها هست نامناسب و بیکیفیته. شما وقتی یه پاور میخواید آماده بکنید میتونید تصاویر این پاور رو از هوش مصنوعی بگیرید و دقیقاً همون چیزی که میخواید رو به شما میده با کیفیت خیلی بالاتر و جذابتر و زیباتر. و خب این در یادگیری دانش آموزان هم به شما کمک میکنه. یکی دیگه از قابلیت‌های خوب هوش مصنوعی برای معلم‌ها یا مربیای پرورشی انجام کارهای خلاقانه است. کارهای خلاقانه‌ای که میتونه به حل مسائل و مشکلات دانش آموزان کمک کنه و دانش آموزان رو در حل مسئله قوی کنه و به دانش آموزا انگیزه بده، هویت بده و حتی خیلی از مطالب درسی رو به کمک همین راهکاری که الان میخوام خدمتتون بگم میتونید به صورت غیر مستقیم به دانش آموزها منتقل کنید و خیلی جذابه واسه دانش آموزا و اون هم تولید کتاب داستان و یا تولید داستان به کمک هوش مصنوعی هست. شما از طریق هوش مصنوعی میتونید یک داستان خلق بکنید که در دل این داستان به یک مسئله و یک مشکل میپردازه یا یک مفهوم درسی درون این داستان قرار گرفته و این داستان میتونه تصویری هم باشه و از هوش مصنوعی تصاویر متناسب با این داستان رو بگیرید که به یادگیری بهتر دانش آموزان کمک میکنه. و حتی جالبتر از این شما این داستان رو سر کلاس با خود دانش آموزا میتونید انجام بدید و طراحی کنید که دانش آموزان مشارکت داشته باشن، خلاقیتشون افزایش پیدا کنه و وقتی خودشون یه چیز رو تولید کردن بهتر باهاش ارتباط میگیرن، انس میگیرن و از اون یاد میگیرن. اگه خدا بخواد به زودی دوره تولید محتوا و تولید کتاب داستان با هوش مصنوعی رو ویژه معلمان و مربیان پرورشی به زودی برگزار خواهیم کرد. یکی دیگه از قابلیت‌های هوش مصنوعی برای این دسته از مخاطب تولید محتواهای جذاب و کاربردی از طریق خود مشاهیر و شخصیت‌های برجسته تاریخی و مذهبی و علمی در دنیاست. به عنوان مثال فرض کنید یک معلمی میخواد در خصوص یه موضوع تاریخی واسه دانش آموزان صحبت کنه. خیلی جذابه که مثلا نادرشاه افشار بیاد اینجا به جای من بشینه و شروع کنه به صحبت کردن و خاطرات تاریخی از فتوحات خودش تعریف بکنه و دانش آموزان چقدر بیشتر با این فرد ارتباط میگیرن و موضوعاتی که این فرد داره خودش به زبان میاره رو یاد میگیرن. یا به عنوان مثال ابوریحان بیروری میخواد یک موضوع علمی رو به دانش آموزان منتقل کنه و خودش میاد اینجا میشینه و شروع میکنه به صحبت کردن. این هم یکی از قابلیت‌های هوش مصنوعی. به جای اینکه معلم یک موضوعی رو بگه خود اون شخصیت که در موردش میخوایم صحبت کنیم همون موضوع رو میاد منتقل میکنه. و یا حتی میتونیم از شخصیت‌های مورد علاقه دانش آموزا استفاده کنیم. مثلا دانش آموزای کلاس من از شخصیت کریستیانو رونالدو طرفداری میکنن و علاقه ویژه‌ای به این بازیکن فوتبال دارن. حالا من میخوام یه سری از مفاهیم رو به دانش آموزا بگم. خب مسلماً تاثیرگذاریش خیلی بیشتره اگه از زبان کریستیانو رونالدو به دانش آموزا بگم یا یه تصویری از کریستیانو رونالدو به دانش آموزا نشون بدم که در حال نماز خوندنه. اگه میخوام موضوع نماز رو به دانش آموزا بگم یا در حال قرآن خوندن. در واقعیت چنین چیزی وجود نداره اما با هوش مصنوعی این قابلیت رو ما داریم که این کار رو بکنیم. یا در مورد یه موضوع علمی میخوایم صحبت بکنیم، این موضوع علمی رو کریستیانو رونالدو بیاد به دانش آموزا بگه و خیلی جذابتر میشه اگر دونه دونه دانش آموزای کلاس منو با همون اسم‌هایی که دارن نام ببره. مثلا بگه علی، زهرا، فاطمه گوش کن این موضوع رو میخوام ویژه شما بگم، یا محسن، حسن این موضوع در مورد شماست و این خیلی جذابتر میشه و دانش آموزا به خوبی با این شخصیت و با این موضوع درسی ارتباط برقرار میکنن و در دل و جان دانش آموزا این موضوع مینشیند. تمام این قابلیت هایی رو که در این کلیپ از هوش مصنوعی مثال زدم رو
در کپشن میذارم، برید استفاده کنید و حالشو ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.